سلام برعکس، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری بتونید کالاف رو بدون لایک پلی بدید. Let's go jump to the video. خب دوستان، وارد کالاف میشیم و میریم توی قسمت ستینگ، آدیو اند گرافیک. توی بخش گرافیک میایم بالا و گزینه استارت شیدر پریلود رو میزنیم. گزینه استارت رو میزنیم. این کار باعث میشه که بازی برای دستگاه شما بهینه سازی بشه و بتونید با لگ کمتری بازی رو انجام بدید. این کار حد اکثر 2 تا 5 دقیقه طول میکشه. خب دوستان، وقتی که تمام روی استارت کلیک میکنید و دوباره میرید داخل کالاف و این بود از روش اول. بریم برای روش دوم. خب بچه ها، میرید داخل این اپ اینفوی کالاف، بعد استوریج اند کتش رو میزنید، کلر کتش رو میزنید. اینجوری حافظه پنهان بازیتون پاک میشه. روش دوممون هم تموم شد. میریم داخل سیتینگ برای روش سوم، about phone، و روی هم گزینه که من زدم روی میوای و ویژن میزنید. حدود 10 بار میزنید، بعد میایید بیرون. یه گزینه بیشتر میزنید، روی گزینه آخرین گزینه دیولپر آپشن میزنید. بعد داخل این قسمت یه گزینه است به نام گرافیک درایور پک، روی اون میزنید. اون رو از اون قسمت بالا آن میکنید و روی کال اف دیوتی موبایل کلیک میکنید. روی دیفولت، ولی شما باید روی گزینه سیستم گرافیک درایور میزنید. بعد یه بک میزنید، میایید پایینتر. یه گزینه هست نوشته فورس X4 گرافیک فکر کنم، اون رو پیدا میکنید. طبق ویدیو اون رو روشن میکنید. خب این روش سوم. برای روش چهارم میریم وارد برنامه سکیوریتی میشیم. توی این قسمت گزینه بوست اسپید و کلینر باعث افزایش سرعت گوشی ما میشه. ولی اگه من میخواستم توی ویدیو بزنم ریکوردینگ اسکرین ریکوردر، اون وقت قطع میشد. برای همین خودتون یه بار امتحانش کنید. خب بچه ها، رسیدیم به پایین ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت صاف فراموشتون نشه. خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی. فعلا پیس اوت.